گاهی زندگی ما رو زمین میزنه، محکم، غیرمنتظره و دردناک. اما چیزی که آیندت رو میسازه زمین خوردن نیست، بلند شدن بعد از زمین خوردنه. اولین قدم انکار نکردن حال بدته. بپذیر که شکست خوردی. پذیرش یعنی راه باز کردن برای شروع دوباره، نه پایان دادن. هر شکستی یه پیامی داره. بپرس کجای مسیرم اشتباه بود؟ چه چیزی از کنترل من خارج شد؟ دفعه بعد چطور بهتر عمل کنم؟ جواب این سوالها جنس تو رو عوض میکنه. برای بلند شدن لازم نیست یه جهش عظیم بزنی. گاهی فقط برداشتن یه قدم کوچیک کافیه. قدم کوچیک یعنی شروع دوباره، اما با تجربه تر. تو امروز همون آدم دیروز نیستی. شرایطت، ذهنیتت، توانت، همه تغییر کرده. اگه امروز کنتر پیش میری مشکلی نیست، مهم اینه که متوقف نشی. گاهی مشکل ما کمبود اراده نیست. مشکل محیطیه که هر روز ما رو عقب میکشه. فضای اطرافت رو طوری تنظیم کن که کمکت کنه، نه اینکه شکستت رو تکرار کنه. هیچ انسان موفقی بدون شکست به جایی نرسیده. شکست‌ها دلیل این نیستن که تو ناتوانی، بلکه نشونه اینن که داری تلاش میکنی. تو زمین خوردی، اما همین که داری این ویدیو رو میبینی یعنی هنوز تسلیم نشدی. به همین نقطه شروع بلند شدنته. یادت باشه، تو ساخته شدی برای دوباره بلند شدن.